به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و بسیار قدیمی و تاریخی شروع می‌کنیم. کاگبه در ایران، نوشته ولادیمیر کوزکچین و ترجمه اسماعیل زن و دکتر حسین ابوترابیان هستش که نشر حکایت در سال 1376 این کتاب رو چاپ کرده. کتاب در 665 صفحه شامل 4 بخش و 20 فصل هستش. امیدوارم که از این کتاب تاریخی خوشتون بیاد و با من همراه باشید که این کتاب رو کشفش کنید. ولادیمیر کوزکچین افسر کاگبه که در تابستان 1982 از سفارت شوروی گریخت و از طریق مرز ایران و ترکیه به غرب پناهنده شد. از اعضای اداره مقیمین غیرقانونی وابسته به اداره کل یکم کاگبه بود. وی در این کتاب زندگی حرفه‌ای خود را از کارآموزی در مدرسه 101 کاگبه در حومه مسکو تا مأموریت در ایران و عملیات علیه مأموران خشن ساواک و سپس علیه هواداران پرجوش و خروش نظام جمهوری اسلامی به نحوی جالب و خواندنی شرح می‌دهد و ما را با ترفندها و شیوه‌های کاگبه در اعزام مقیمین غیرقانونی و عملیات تعقیب و مراقبت و ضد تعقیب و جعل اسناد هویت آشنا می‌سازد. علاوه بر اینها، اسرار فاش نشده ای از نقشه کاگبه برای ترور شاه و طرح و اجرای نقشه حمله به کاخ ریاست جمهوری افغانستان در کابل و همچنین فعالیت‌های حزب توده در ایران را به روی کاغذ می‌آورد. کوزکچین در همان حالی که شرحی زنده از هراس‌ها و تنش‌های کار جاسوسی در محیطی خشم‌آلود به دست می‌دهد، تصویری تکان دهنده از یک دستگاه اداری فاسد در سالهای آخر عصر برژنوف و صحنه‌هایی از انحطاط و سقوط امپراتوری شوروی را نیز ارائه می‌کند. ولادیمیر کوزکچین که به طور ناشناس در انگلستان به سر میبرد تاکنون از چند سوء قصد جان سالم به در برده است. در فصل 1 ولادیمیر به شرح مختصری از زندگی و محل تولد و زندگی کودکی خود میپردازد. او از واقعیت اجتماعی خانواده و جو حاکم بر محیط زندگی خود مینویسد. کمی پس از تولدم بیشتر افراد خانواده‌ام به خانه بزرگی در یکی از روستاهای حومه مسکو نقل مکان کردند. این خانه در 1954 فروخته شد و ما دوباره به مسکو برگشتیم، به محله لنینگراد. با استفاده از پس‌اندازها و پولی که از فروش خانه به دست آمده بود، مادر بزرگی با مادرم و 2 برادرش آپارتمانی در یک بلوک تعاونی خریداری کردند. یا بهتر بگویم 2 اتاق از یک آپارتمان 3 اتاقه را خریدند و اتاق سوم را یکی از خانم‌های همسایه اشغال کرد. در آن زمان همین هم خیلی تجملی به حساب می‌آمد. در محوطه وسیعی که کلبه‌های چوبی فراوانی سطح آن را پوشانده بود، بلوک 7 طبقه ما تنها ساختمان واقعی بود. شرایط زندگی در کلبه‌ها آنقدر خراب بود که در طاقت انسان نمی‌گنجید. این شرایط زندگی به قرار واقع با وضع بازداشتگاه‌های کار اجباری چندان تفاوتی نداشت، الا اینکه گارد مسلحی مراقب آن نبود و مردم را جبراً به کار وانمی‌داشتند، بلکه آنان به میل خود سر کار می‌رفتند. بزرگسالانی که در کلبه‌ها می‌زیستند با بزرگسالانی که در بلوک آپارتمانی زندگی می‌کردند کمترین رابطه‌ای نداشتند، اما بچه‌های آنها در کوچه با هم می‌آمیختند. گاهی با یکدیگر بازی می‌کردیم ولی بیشتر اوقات با هم دعوا داشتیم. سکنه محلی نه از این بلوک آپارتمانی خوششان می‌آمد و نه از ساکنانش. این ساختمان را قلعه جهودان نامیده بودند که چندان هم از واقعیت به دور نبود. در حدود 4/5 سکنه آن یهودی بودند و در صنایع سبک و بازرگانی کار می‌کردند.
اغلب اوقات میان ما و بچه‌های کلبه‌ها زد و خورد در می‌گرفت و طبعاً بچه‌های سخت جان کلبه‌ها همیشه برنده می‌شدند. بچه‌های باهوش خانواده‌های یهودی هرگز امیدی به پیروزی نداشتند. معلوم می شود که کوزیکچین از همان اوایل کودکی از جامعه کمونیستی شوروی سرخورده بوده و از آن دلخوشی نداشته و علاوه بر آن زندگی در جوار یهودیان باعث شده که خوی آنها نیز در وی اثر کند. حال خواسته یا ناخواسته. او در ادامه به شرح وضعیت افراد ساکن در ساختمان می‌پردازد که تعدادی از آنان ناپدید می‌شدند و یا از رفتار ساکنان با یکدیگر و همچنین رفتار حکومت کمونیستی با مردم. او می‌نویسد ما بچه‌ها آنقدر بزرگ شده بودیم که متوجه ناپدید شدن پنهانی بعضی از ساکنین بلوک آپارتمانی خودمان بشویم. با پاپا شپیلبرگ ناپدید شده است. ماما شپیلبرگ گریه می کند و به چهره بچه‌هایش غم نشسته است. پاپا سلسکی ناپدید می شود. بچه‌هایش غمگینند و ماما سلسکی گریه می کند. هر دو به اتهام کلاهبرداری برای چند سال ناپدید شدند. آنگاه یکی از ساکنان پیش از آنکه توقیفش کنند خود را حلق‌آویز کرد تا از زیابه‌رویی خانواده‌اش و مصادره اموال و محاکمه جلوگیری کرده باشد. حالا نوبت رسیده است به عمه لیلیا که پس از توقیف شوهرش به در خانه همسایگان می رود و التماس می کند تا پیش از آنکه آپارتمانش را تفتیش کنند گلدانهای کریستال و دیگر انبار گرانبها را برایش پنهان کنند. همسایه‌ها فقط گلدانهای کریستالش را قبول می کنند و همین که صاحب آنها بعداً برای دریافتشان مراجعه می کند با کمال پررویی دریافت آنها را به کلی منکر می شود. او نیز طبعاً سر و صدا را می اندازد ولی نمی تواند رسما از آنها شکایت کند. این قانون جنگل است. واقعاً که عجب جامعه و عجب حکومتی بوده است این شوروی. من از زمان حال و در این زمان آن مملکت خبر ندارم. ولی امیدوارم که بعد از فروپاشی آن رژیم وضع مردم آنجا بهتر شده باشد. خداییش وضع مملکت ما و امنیتی که در ایران خودمان برقرار است به مراتب بهتر از آن مملکت است. یک بار یکی از این آدم‌ها را که قیافه‌ای همچون خوک داشت مست و ملنگ در آپارتمان یکی از دوستانم دیدم. سعی کرد با ما بازی کند اما چنان کریه بود که به زودی ما را فراری داد. از دوستم پرسیدم این یارو که با اون قیافه مثل خوکش سر میز ناهارخوری نشسته بود کیه؟ از قوم و خویش هاست یا از آشناها؟ با ناراحتی پاسخ داد هیچم از قوم و خویش ما نیست. از اعضای کمیته حزبی شهرداری مسکوست. به پدرم در کاراش کمک میکنه. مرد خیلی مهمیه. مجبوریم با او بسازیم. واضح بود که رفیقم همان حرفهایی را که از پدر و مادرش شنیده است تکرار میکند. هر وقت سراغ ما میآید تا خرخره میخوره. کلی مشروب میخوره. با همه ما مثل لات‌ها رفتار میکنه. مادرم میگه بعد از رفتنش باید خانه را ضد عفونی کرد. خودتان قضاوت کنید و نظر بدید. ولادیمیر از مدرسه ابتدایی مینویسد و از اعزام شدن به خدمت و شرایط محلی خدمت. در فصل دوم از ادامه تحصیل در انستیتوی کشورهای آسیایی و افریقایی در رشته زبان فارسی و تاریخ ایران میگوید. از اعزام او به عنوان مترجم برای کارآموزی در ایران. او درست قبل از اعزام مطلع می شود که کاگبه او را برای استخدام نشان کرده و کاگبه این موضوع را به وی اطلاع می دهد و از انگیزه خود برای استخدام در این سازمان و همچنین نگرش جامع به آن می نویسد. ظاهراً همه چیز به نحو شایسته انجام گرفته. از تشریفات اداری مهمل خبری نبود. نه تشویقی در کار بود و نه آن نگاه‌های نافذی که مرا سر جای خود بنشاند و نه ارعابی و نه تهدیدی که در صورت افشای غیر مجاز دست ما دراز است و مانند اینها. از این پیشنهاد که به کار جاسوسی بپردازم خیلی محظوظ شدم. واقعیت این است که جامعه شوروی سازمان کاگبه را معادل با سازمان جاسوسی شوروی نمی‌شناسد. آدم عامی کاگبه را با همان چیزهای وحشتناکی که روی داده بود و هنوز هم در جامعه ما روی می‌دهند مرتبط می‌داند.
مثلا وحشتی که چکا پس از انقلاب آفرید، سالهای وحشتناک 1937 تا 49، اتاقهای شکنجه زندان لوبیانکا که هزاران نفر در آنجا صدمه دیدند. امروزه کاگبه را عامل مراقبت از نارضاییان و همه کسانی که به نحوی معترض هستند، تجسس کامل در احوال مردم و قتل‌های پنهانی و استراق سم می‌دانند. از طرف دیگر جاسوسی کاری افتخارآمیز و مشکل و رمانتیک که برای سعادت میهنمان صورت می‌گیرد. فقط تواناترین و شریفترین مردمان برای اجرای چنین کاری قبول می‌شدند. در کتاب‌ها و فیلم‌های شوروی که خوانندگان و بینندگان علاقه‌مند فراوانی دارد، از کار جاسوسی تحسین و تجلیل می‌شود. افتخار عضویت در یک چنین گروه برگزیده‌ای از روشنفکران چیزی نبود که نصیب همه کس بشود. مردم چنین تصوری دارند و من نیز پس از گفتگو با آن افسر کاگبه همین عقیده را داشتم. وی بعد از پاسخ مثبت به مأمور کاگبه به ایران اعزام می شود. البته این اعزام جهت کارآموزی در رشته خود بوده است، اما در عین حال کاگبه به او اعلام می کند که از هم‌اکنون به عضویت کاگبه درآمده و در ایران باید با مأمورانش همکاری کند. او در تاریخ 6 دسامبر 1974 برای اولین بار به ایران می آید. او با پروازی مستقیم از مسکو به تهران می آید. در تهران از مناظری که می بیند واقعا شگفت‌زده می شود. وی می نویسد در خیابان نادری مغازه‌های فراوانی است که در طبقه همکف همه ساختمان‌های دو سویه خیابان قرار گرفتند. مغازه و مغازه و مغازه، همه چیز در آنها یافت می شود. لباس‌های از همه رقم، کفش، انواع سرویس‌های غذاخوری از همه جای دنیا. چرا آنقدر طلا که باورم نمی‌شد اسب باشند. با خودم فکر می‌کردم که چگونه ممکن است انسان در اینجا چیزی را انتخاب کند در حالی که چند قدم آن طرفتر بهترش یافت می‌شود. در مسکو کار خیلی ساده‌ای بود. اگر چیز خوبی به نظرتان می‌رسید، میبایست فوراً آن را می‌قاپیدید، وگرنه چند لحظه بعد از دست می‌رفت. اما آدم در اینجا سرگیجه می‌گرفت. اضافه بر اینها در اینجا صفی در کار نبود و در مغازه‌ها هم ازدحامی دیده نمی‌شد. مردم بی سر و صدا وارد مغازه می‌شدند و چشم می‌گرداندند، تصمیم می‌گرفتند فقط یک دست لباس کتانی بخرم و اجالتا از خرید چیزهای دیگر خودداری کنم. نمی‌بایست یک بار زمام عقلم را از دست بدهم. در خیابان استانبول به مغازه‌هایی رسیدم که در قفسه‌هاشان از زمین تا سقف لباس‌های جین چیده بودند. هر نوعی از هر سازنده‌ای که می‌خواستید موجودی داشتند. پس از وارسی چند شلوار و پوشیدن آنها نتوانستم یکی را انتخاب کنم. در عوض اوقاتم تلخ شد و هنگام عصر بود که به هتل برگشتم و به وفور کالا در بازار سرمایه‌داری، کارل مارکس و تئوری‌های تجارت آزادش لعنت فرستادم. فقط روز بعد بود که پس از بهبودی‌اش شوکه دیدن آن همه کالا یک شلوار جین رانگلر خریدم و اعصابم آرام گرفت. دیگر به قدر کفایت در مغازه‌ها پرسه زده بودم. این بود که تصمیم گرفتم بقیه روز را به دیدن منظره‌های تهران بپردازم. قرار بود روز بعد به سوی بافق حرکت کنم. همانطور که ملاحظه نمودید، واقعاً کشور شوروی در آن زمان در وضع فلاکتباری به سر می‌برده است. اما این دلیل بر گلستان بودن کشور ما در زمان قبل از انقلاب نمی‌شود. همانطور ولادیمیر اشاره کرده است، بازار پر از جنس ایران به خاطر غلبه تفکر مارکسیست بوده. در نظام تجارتی که ایران قبل از انقلاب در آن به سر می‌برده است، بازار ایران پر از اجناس تولید کشورهای مختلف اروپایی و امریکایی بوده است. اما در عوض خود کشور ایران توان تولید چنین محصولاتی را نداشته است. با توجه بازار مصرف ایران، واقعاً برای ایران و اقتصاد ایران این ضربه بزرگی بوده است که کشور همه محصولات مصرفی و حتی توان مهندسی خود را از خارج وارد کند. به این بهانه که ایران نفت و پول دارد و باید دیگران برای ایران کار کنند. اگر خدایی نکرده روزی نفت تمام شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر روزی آنان حاضر شوند که به ایران خدمت و کالا ارائه دهند، آن وقت نفت به چه درد ما می‌خورد؟
در ادامه شما توصیفی از شهر بافق در استان یزد را می‌خوانید که وی از بافق آن زمان دیده است که با بافق حال اصلا قابل قیاس نیست. اگر بلوف میزنم لطفاً بافقی‌های عزیز از خودشان دفاع کنند و نظر بدهند. بافق شهر کوچکی است در جنوب شرقی فلات ایران در بیابان شوره‌زار دشت دود. شهر یک مسجد داشت و کلبه‌های روستایی‌اش از خشت و سنگ ساخته شده بودند و فقر در آن موج می‌زد. جمعیت اندک آن بیشتر به دامپروری و پیله‌وری اشتغال داشتند. اگر ایران به فکر ایجاد صنایع سنگین خود نیفتاده بود، این شهر همچنان در گمنامی باقی می‌ماند. می‌بینید که آنها از قدیم هم به شهرهای معدنی ما چشم طمع داشتند. با اینکه چندین سال از احداث معدن در آن شهر می‌گذشته، اما وضع و حال زندگی مردم آنجا را از زبان ولادیمیر خواندید. اما در حال حاضر این شهر به یکی از شهرهای صنعتی و توریستی ایران تبدیل شده است. مردم این شهر در رفاه نسبتاً بالایی زندگی می‌کنند و آمار بیکاری در آن شهر بسیار پایین است. البته من این شهر را از نزدیک ندیدم، اما با تعاریفی که دوستان یزدی از این شهر نمودند، یکی از آرزوهای من دیدن این شهر زیبا شده است، به خصوص آهنشهر. ولادیمیر در ادامه به وضعیت معدنی ایران می‌پردازد و درباره مهندسان شوروی می‌نویسد. کارشناسان شوروی به پهلوی مهندسان ایرانی در مجتمعی به نام آریامهر که مخصوصاً برای سکونت آنان در 2 کیلومتری بافق ساخته شده زندگی می‌کردند. این محل مسکونی در فلاتی قرار داشت که کوههای زاگرس آن را در میان گرفته بود. در تابستان دمای گرما به 50 درجه سانتیگراد می‌رسید، در حالی که میزان رطوبت 0 بود. هوا چنان صاف و شفاف بود که خطای بینایی ایجاد می‌کرد. کوه‌ها که ده‌ها کیلومتر دورتر بودند چنان نزدیک به نظر می‌رسیدند که جزئیات سطح آنها را می‌توانستیم ببینیم. تمامی این مجتمع مسکونی را دیواری از سیم خاردار در میان گرفته بود و پلیس از آن مراقبت می‌کرد. ایرانیان می‌گفتند این سیم خاردار را کشیده‌اند تا پلنگان و شترهای وحشی را دور نگه دارند، ولی به عقیده من هدف آن بود که امکان ایجاد هر گونه تماسی با روس‌ها را از میان بردارند. کارگران را به مجتمع مسکونی آریامهر راه نمی‌دادند و چون این مجتمع تنها یک در ورودی داشت، رفت و آمد روس‌ها به آسانی قابل کنترل بود. شرایط زندگی آسوده بود. هر خانواده یک خانه مستقل و مجزای 2 یا 3 یا 4 خوابه داشت، با تهویه مطبوع و حمام و ماشین لباسشویی و یخچال و البته کلیه لوازم و ظروف آشپزخانه. طبق قرارداد هزینه همه اینها را از ایرانی‌ها تقبل کرده بودند. تنها هزینه‌ای که کارشناسان می‌کردند پرداخت بهای غذا و لباس بود. هدف اصلی هر تکنسین شوروی این است که آنقدر پس‌انداز کند تا بتواند یک اتومبیل ولگا بخرد. نه به این خاطر که دیوانه اتومبیل هستند، بلکه فقط بدان علت که خرید اتومبیل برای مردمان متوسط شوروی امکان پذیر نیست. اگر متوسط حقوق ماهانه را 200 روبل بگیریم و قیمت یک دستگاه ولگا 15,000 روبل باشد، آن وقت معلوم می شود که پس‌انداز کردن پول کافی برای خرید آن چند سال به درازا می کشد. درآمدها در خارجه بیشتر است و قیمت یک دستگاه ولگا را 2 ساله می توان پس‌انداز کرد. حتی سودآورتر آن است که این اتومبیل را در اتحاد شوروی به 15,000 روبل خرید و سپس در بازار سیاه به 50,000 روبل یا بیشتر فروخت. برای آدم معمولی شوروی 50,000 روبل مبلغ بسیار هنگفتی و با چنین پولی بقیه عمر او تأمین است. در فصل سوم که به مدرسه 101 نامگذاری شده است، ولادیمیر به چگونگی و مراحل آموزشی خود در کاگبه می‌پردازد و نوع متون آموزشی را شرح می‌دهد. وی درباره تاریخ شروع آموزش خود و سازمان کاگبه می‌نویسد: فردای آن دوشنبه اول سپتامبر درس‌های ما شروع شد. اولین سخنرانی را ساختار کمیته امنیت کشور
وابسته به شورای وزیران اتحاد شوروی اختصاص داشت. در آن زمان هنوز شورای وزیران بود. جدایی آنها بعدا صورت گرفت. در 1978 هنگامی که آندروپوف آنقدر نفوذ پیدا کرد که توانست کاگبه را از زیر نظارت شورا بیرون بیاورد. هیچ نموداری که ساختار کاگبه را تشریح کند به ما نشان ندادند. محتوای سخنرانی فاقد جزئیات و کاملا خلاصه بود. او به معرفی اداره‌های کاگبه می‌پردازد و وظایف هر کدام را تشریح می‌کند. درباره نفوذ کاگبه در شوروی می‌نویسد: در هر گوشه از جهان، هر جا که دار و دسته هواداران شوروی روی کار می‌آید، اقتصاد آن کشور از هم می‌پاشد. استانداردهای زندگی به نحو مصیبت‌باری سقوط می‌کند. همه حقوق انسانی و آزادی‌های فردی پایمال می‌شود. حلقه کوچکی از نمایندگان خلق به ترور خلایق مشغول می‌شوند و مایه جنگ‌های داخلی و پیدایش اردوگاه‌های آوارگان و بسیار دیگر را فراهم می‌آورند. همه این واقعیت‌ها را همگان در همه جا می‌دانند. با توجه به اینها چگونه ممکن است پایه‌ای برای همکاری ایدئولوژیک با اتحاد شوروی بر جای مانده باشد؟ اضافه بر این، تنها در غرب نیست که پایه ایدئولوژیک فرسوده شده است. اعتقاد به ایدئولوژی کمونیست از ذهن مردم شوروی هم زائل گردیده و این به معنی زدوده شدنش از ذهن افسران اطلاعاتی شوروی تحت فشار خشن حقایق روزمره هم هست. او به شدت با جامعه و تفکر کمونیستی برخورد نموده و از آن انتقاد می‌کند. وی خطاب به خوانندگان می‌نویسد: بسیاری ممکن است بپرسند که چرا مردم در اتحاد شوروی بر ضد برده کنندگان خود قیام نمی‌کردند؟ آیا دستگاه اختناق و شبه نظامیان و کاگبه واقعاً اینقدر نیرومند بودند؟ بله، این دستگاه مقتدر بوده و هست، اما این وسایل تنها شکل اصلی کنترل نبودند. به قول مارکس، اساس همه چیز اقتصاد است. در اینجا مردم را با وسایل اقتصادی زیر کنترل درآورده بودند. هر فردی در اتحاد شوروی از لحاظ اقتصادی به کلی وابسته به دولت بود. برای شغلش، حقوقش، وسایل منزل و اقامتش و مرخصیش، همه ابزار ادامه حیات تحت کنترل دولت بود و هیچ کس در چنین وضعیتی نمی‌توانست به دریافت کمکی از جای دیگر امیدوار باشد. با این حال وضع اقتصادی مردم شوروی آنچنان بد نیست که آنها را تحت لوای چیزی نداریم که از دست بدهیم علیه مقامات بشوراند. مردم نه زندگی لوکسی دارند و نه در فقر به سر میبرند و مقامات این وضع را بنا به مصلحتی حفظ میکنند. او درباره استخدام عامل اطلاعاتی توضیحاتی ارائه میکند و شاگردهای کاگبه را توضیح میدهد. در خصوص افسر تماس نیز میگوید: کلمات اطلاعات و جاسوسی و منبع و کاگبه را هرگز نباید به کار برد. روی هم رفته هرچه فرد نشان شده درباره افسر اطلاعاتی و سازمانش کمتر بداند بهتر است. واکنش فرد نشان شده نسبت به یادگیری معمولاً مثبت است. اما اگر تحول روابط به صورت نوع رسمی آن مایه وحشت او می شود و از ادامه همکاری سرباز می زند، دیگر نباید فشار بیشتری بر او وارد آورد. در مورد وظایف مخبر اطلاعاتی و شرح مختصری از وضعیت مدرسه 101 توضیحاتی می دهد. درباره انقلاب روسیه را در غرب روسی می نامند، چنانچه منظور انقلاب فوریه 1917 باشد کاملا صحیح است. در آن انقلاب خودکامگان سرنگون شدند. اما کودتای اکتبر و کسانی که در نتیجه آن روی کار آمدند به کلی موضوع دیگری است. اگر کسی در این باره تردیدی داشته باشد، پیشنهاد می‌کنم به مجموعه آثار لنین که در سالهای دهه 30 چاپ شده باشد مراجعه و به نام خانوادگی نمایندگانی که در کنگره حزب شرکت جستند نگاه کند. آنگاه همه چیز روشن خواهد شد. همچنین بیفایده نخواهد بود اگر به اسامی بلشویک‌های قدیمی در دایره‌المعارف بزرگ شوروی مراجعه نماید که بیشترشان نام‌های مستعار روسی است. وانگهی می‌تواند به گورستان مسکو، جایی که بلشویک‌های قدیمی را به خاک سپردند، مراجعه کند.
به زحمت میتوان یک نام روسی در میان آنها پیدا کرد. حالا من نمیدونم تلفظش بلوشیک هاست یا جور دیگه تلفظ میشه. این مطلب میتواند گویای بسیاری از حقایق در مورد انقلاب اکتبر روسیه باشد، البته در صورتی که صحیح باشد. با این وصف این مطلب نیز جای مطالعه و بررسی را میطلبد که اگر انشاءالله خداوند عمری عنایت نمود در خصوص آن نیز مطالعاتی را انجام داده و مشروح آن را به اطلاع شما دوستان گرامی خواهم رساند. البته شما نیز می توانید در این باره مطالبی را جمع‌آوری نموده و به مطالعه منابعی در این خصوص بپردازید. ولادیمیر در ادامه به مهمترین اصلی که در مدرسه 101 به آن اهمیت داده میشد می‌نویسد: هیچ افسر اطلاعاتی نمی‌تواند در کار خود موفق شود مگر اینکه بتواند عوامل ضد جاسوسی حریف را که در پی او افتاده‌اند شناسایی کند و توضیحات و خاطرات جالبی را در این زمینه بیان می‌دارد. در فصل 4 با عنوان رقابت و فساد شروع کار خود در کاگبه را شرح می‌دهد. در ساعت 9 صبح اول سپتامبر 1976 به دفتر صدور مجوز ورود به ساختمان اصلی کاگبه در کوچه گورکاسف که قبلا هم به آنجا رفته بودم وارد شدم. دوباره یک بار ورود به من دادند. با اعتماد به نفسی بیش از بار اول به عنوان مأمور رسمی سازمان از ورودی شماره 5 گذشتم. در خور ذکر است که ساختمان اصلی کاگبه 6 در ورودی دارد. نخستین آنها در ورودی مخصوص تشریفات است. در میدان ژرسکی رئیس کل کاگبه، معاونان او و مهمانان عالی رتبه‌ای که به دیدار رئیس در کنارش میآیند از این در وارد می‌شوند. در ورودی دوم در خیابان برژسکی از آن آمد و رفتی نمی‌شود و درهایش همیشه محکم بسته است. ورودی‌های سوم و چهارم به کارمندانی که در بخش‌های مختلف مرکز کاگبه خدمت می‌کنند اختصاص دارد. از ورودی‌های پنجم و ششم افسران اطلاعاتی و افسران اداره کل نیروهای مرزبانی استفاده می‌کنند. به جز ورودی اول میان هیچ یک از آنها تفاوت رسمی وجود ندارد. از آمد و شد رهگذران در پیاده‌روی چسبیده به ساختمان کاگبه ممانعت نمی‌شود. اما هر رهگذر با تجربه‌ای متوجه می‌شود که 2-3 مرد جوان تنومند در پیاده‌رو راه می‌روند و سعی می‌کنند خود را جزء آبرین جا بزنند. آنان در زمره نگهبانان بیرونی و وابسته به اداره کل نهم‌اند. ولادیمیر در مورد کارش در کاگبه و افرادی که با آنها روبرو می‌شود و وضع و روال کار اداری در آن ساختمان، تشریح ادارات کاگبه و شرح وظایف هر کدام، چگونگی اشتغال به کار مقیمین غیرقانونی و روند جعل مدارک و اسناد مربوط به او و داستان ساختگی که برای او می‌سازند سخن می‌گوید. درباره وضع مالی یک افسر کاگبه می‌نویسد: حتی یک سرهنگ کاگبه وقتی حقوق سطح بالایش را می‌گیرد باید یکی از این دو راه را برگزیند. یا باید مانند اتباع شریک شوروی برای خرید مایحتاج خود توی صف بایستد و یا باید برای تهیه کالاهای کمیاب راهی خصوصی را جستجو کند که در این صورت مستقیما با فساد آلوده می شود. یا باید قیمت‌های بازار سیاه را بپردازد و یا باید چیزهای ساخت خارجه را با کالایی که می‌خواهد معاوضه نماید. هر که را ببینید بدون استثنا در چنین معاملاتی درگیر است. در بد و امن چنین وضعیتی مشمئز کننده است. چگونه ممکن است من، افسر کاگبه، فرشته نگهبان قانون، خود درگیر فساد بشوم؟ ولی کم کم به آن عادت می‌کنید. این است واقعیت زندگی در اتحاد شوروی. ولادیمیر به ارائه توضیحاتی درباره فساد در MVD وزارت کشور شوروی و فساد شخصی برژنوف می‌پردازد. حقایق مربوط به میزان فسادی که خانواده برژنوف در آن درگیر شده بودند در جهان زبان زد شده است و در اینجا پرداختن به آن دیگر ضرورتی ندارد. اما وضعی که در MVD پیش آمد شایان توضیح است. بالاترین مشاغل MVD را شلشکوف و چوربانوف که مورد اعتماد وی بود اشغال کرده بودند. سمت‌های پایین‌تر را بر حسب شایستگی واگذار نکرده بلکه در برابر دریافت پول فروخته بودند. حتی یک لیست قیمت‌ها وجود داشت که
نشان میداد برای احراز هر شغلی چه مبلغ باید پرداخت گردد. متاسفانه از این ارقام خبر ندارم. هر آدم رذلی که در انویدی به مقام بلندی می رسید اشخاصی نظیر خود را بالا می کشید. همین وضع تا پایین ترین سطوح ادامه داشت. اداره تحقیقات جنایی که کارش تحقیق درباره جنایت بود به اداره کارگشایی مبدل شد. کارش به این صورت بود اگر 3 روب می دزدیدین زندانی می شدید، ولی اگر 300 روب دزدیده بودید تعقیب نمی شدید. اما می بایست نصف این مبلغ را به صاحب منصبان اداره تحقیقات جنایی بپردازید. در بسیاری از موارد دسته هایی که از راه می رسیدند تا مثلا رستورانی را حسابرسی کنند هرگز چنین نمی کردند. پذیرایی مجللی از آنها می شد و در صورتی که این پذیرایی مخفیانه بود و از وجود زن هم استفاده می کردند در آخر کار مبلغ کلانی هم نقداً تقدیم می گردید. کار فساد سازمان حفاظت از اموال سوسیالیستی به قدری بالا گرفت که شایع شد می‌خواهند وظایفش را به عهده کاگبه واگذارند. ولی این امر از حد شایعه فراتر نرفت. کدام وزیر حاضر می‌شد یک چنین منبع درآمدی را از دست بدهد؟ در خصوص فساد در پلیس و راهنمایی و رانندگی شوروی هم توضیح می‌دهد. با افزایش اتومبیل‌های شخصی در سراسر کشور صدور گواهینامه رانندگی کاری سودآور شده بود. هر گواهینامه رانندگی را خیلی ساده و آسان در GAI با پرداخت 150 روب میشد خرید. یکی از همسایگان هم برای همسرش به همین نحو گواهینامه گرفت. رئیس GAI ناحیه را ملاقات کرد. منظور خود را گفت و پاکت محتوی پول را پیش رویش گذاشت. به خاطر داشته باشید که همسایم این شخص را برای نخستین بار در اینجا ملاقات میکرد. فوراً اوراق لازم را به خانمش دادند تا امضا کند. پاسخ پرسش‌های آزمون را قبلا روی آنها نوشته بودند. خانم 2 روز بعد گواهینامه رسمی رانندگی خود را دریافت کرد. و باز در مورد فساد برژنوف می‌نویسد. کیش شخصی برژنوف ظاهراً در سال 1976 به اوج خود رسید. تا این زمان وی به رهبری بلا منازع کشور دست یافته بود. 3 ستاره نشان قهرمانی اتحاد شوروی را به سینه‌اش می‌آویخت. طی نخستین هفته‌هایی که در اداره اس خدمت می‌کردم آنچه می‌شنیدم برایم باور کردنی نبود و خیال می‌کردم با این همه حرف‌های ضد شوروی می‌خواهند مرا بیازمایند. می‌گویند ماهی از سر گنده گردد نیز دو. تصور اینکه چیزی از سر یعنی برژنوف گندیده تر باشد غیر ممکن بود. به درستی قادر به تکلم نبود و میگفتند به سرطان استخوان فک مبتلا است. این دروغی محض است. واقعیت چیز دیگری بود. برژنوف مرد زنباره‌ای بود. وقتی به بالاترین مرتبه قدرت ارتقا یافت، توانایی‌های جسمیش تدریجاً رو به ضعف گذاشت. به پزشکان شخصیش دستور رسید او را معالجه کنید. وقتی معالجات معمولی بی‌اثر ماند، خواستار استفاده از روش‌های افراطی شد. پزشکان به او اخطار کردند. معالجه با هورمون‌ها چند بار موجب سکته او شد و بر قدرت تکلمش اثر گذاشت. این جزئیات را از پزشکان اداره 4 وزارت بهداشت شنیدم. یکی از دوستان دوران مدرسه را در کاگبه ملاقات کردم. وی از اداره کل 9 و عضو دسته محافظان شخصی برژنوف بود. درباره زندگی رهبرمان جزئیات زیادی از او شنیدم. در سراسر شوروی معشوقه داشت و هر جا که میرفت همیشه گلچینی از زنان صف میکشیدند که اگر خواست در اختیارش باشند. اگر در میان جمعیت مستقبلین زنی توجهش را جلب میکرد، نگهبان شخصیش بعداً با آن زمان تماس گرفته او را با نهایت ادب دعوت میکرد که مهمان آن مقام عالی باشد. اگر میپذیرفت خود و خانواده‌اش پس از آن ملاقات مورد تفقد فراوان قرار میگرفتند. چه مرد عزیزی است این رفیق برژنوف. اگر آن زن نمیپذیرفت که خیلی به ندرت چنین میشد با او کاری نداشتند. فقط از او میخواستند که تعهدنامه سکوت را امضا کند. میدانستیم که خیلی از زنان هنرپیشه مسکو پس از آنکه روابط صمیمانه‌ای با دبیر کل به هم زدند یک شب ره 100 ساله پیمودند. ولادیمیر در مورد کسانی که به وضع نابسامان شوروی اعتراض می‌کردند به بیان ماجرای جالبی می‌پردازد. مردی جلوی من می‌نشیند و با صراحت دلایل عدم رضایت خودش را شرح می‌دهد. حقایق عریانی از همین زندگی ما را برمی‌شمارد.
میدانم که تمام حرفهایش درست است. این حقایق را خیلی بهتر از او هم میدانم و با او موافقم. او ابدا مجرم نیست. مردی نجیب و معمولی است که کاسه صبرش لبریز شده است. اما از بالا به من دستور دادند که در پایان گزارش خودم نتیجه بگیرم و پیشنهاد اعزام این مرد را به بیمارستان روانی بدهم. بعد از چنین کاری چگونه میتوانم با خودم زندگی کنم؟ در فصل 5 او به اعزام خودش به ایران اشاره می‌کند. او در این سفر نقش یک دیپلمات را بازی می‌کند، در حالی که این یک کار پوششی است برای جاسوسی وی در ایران. در مورد عوامل خودشان در ایران می‌نویسد. صفحه 141. یکی از عوامل ایرانی نبود، بلکه یک دیپلمات افغان بود با نام مستعار رام که رئیس اداره امور کنسولی سفارت افغانستان در تهران بود. در 1974 یاشنچکو او را به خدمت گرفته بود. از رام برای تهیه اسناد سجلی اصیل افغانی برای 2 تن از مقیمین غیرقانونی ما، اکبر و استلا، استفاده شده بود. موفقیت یاشنچکو در همین نهفته بود و این هم از آفات حضور اتباع بیگانه در کشور. ولادیمیر به روند اجرای کارها و برنامه کاری سازمان کاگبه اشاره می کند. در صفحه 144 می گوید کار روزانه کاگبه از ساعت 9 صبح آغاز می گردد. دیر آمدن سر کار عیب است، گوییم که کسی حضور غیاب را کنترل نمی کند. از کارمندان اداره اسم اگر کسی دیر بیاید معمولاً با آسانسور به طبقه 5 می رود و از اداره سپاهیان مرزی می گذرد و سپس از راه پلکان به طبقه 6 یا 7 می رود. این استراتژی احتمال خطر قرار گرفتن در معرض دید رؤسا را پس از ساعت 9 صبح کاهش می دهد. سپس لطیفه های تازه رد و بدل می گردد. در اواخر دهه 1970 لطیفه های سیاسی که در مورد رهبران حزبی می ساختند خیلی محبوب بود. مثلا واژه سیستماتیک چه معنی دارد؟ پاسخ. این برژنوف است که دارد سعی می کند کلمه سیستماتیک را تلفظ کند. میگویند یکی از خبرنگاران غربی از برژنوف میپرسد که آیا سرگرمی ذوقی چیزی دارد؟ برژنوف جواب میدهد البته شوخی‌هایی را که بر ضدم میگویند جمع‌آوری میکنم. خبرنگار میپرسد تا حالا خیلی جمع کرده اید؟ برژنوف پاسخ میدهد بله، 2 اردوگاه را از زندانی پر کردم. پس از خواندن روزنامه و شنیدن اخبار و مبادله لطیف‌ها و دود کردن سیگار کم کم کار آغاز می‌گردد. صندوق‌های آهنی باز می‌شوند و کاغذها را بیرون می‌آورند و روی میزها می‌گذارند. داستان دیگری نقل می‌شود و باز دست از کار می‌کشند. به محض اینکه مشغول نوشتن می‌شوید، کسی از هیئتی یا اداره دیگر سر می‌رسد تا کمی گپ بزند. همه چیز دوباره متوقف می‌گردد. در ساعت 11 صبح همه برای پرورش اندام از اتاقها به راهروها می‌روند. افسران کاگبه نباید چاق بشوند. این ورزش 15 دقیقه‌ای طول می‌کشد و فقط 45 دقیقه قبل از صرف غذا برای کار وقت باقی می‌ماند. در 45 دقیقه چه کاری از شما ساخته است؟ آن هم وقتی که همه می‌خواهند قدری زودتر به ناهارخوری بروند تا بعد از نهار فرصت بیشتری برای خودشان داشته باشند. بعضی به مغازه‌ها گریز می‌زنند، بعضی شطرنج بازی می‌کنند، عده‌ای سیگار می‌کشند و وراجی می‌کنند. این اوضاع و احوال برای همه اعضای عادی ادارات یکسان است. کار سخت به عهده رؤسای قسمت هاست. به توصیف وضعیت فیزیکی ساختمان اداری کاگبه می‌پردازد و به سوتی‌هایی که نیروهای حمایتی و حفاظتی ساختمان داده بودند و مواردی را ذکر می‌کند. او در این قسمت بیشتر به قسمتی که مربوط به ایران می‌شود و افرادی که در این قسمت کار می‌کنند می‌پردازد و آنها را توصیف نموده و کارشان را شرح می‌دهد. صفحه 153. و چون دیگه وقت اجازه نمیده به من بیشتر از این رو نمیتونم برای شما بخونم. امیدوارم اگر از این کتاب خوشتون اومده برای خودتون تهیه کنید و بخونید و متوجه یک سری رفتارهای آشنای این کتاب با رفتارهای آشنای کشورمون باشید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.